توی اکثر صنایع هر ساله هزینه‌های بسیار بالای صرف تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات میشه. هزینه‌های بالای تعمیرات ماشین‌آلات از یک طرف، هزینه‌های مربوط به خواب ماشین‌آلات و خارج شدن از چرخه تولید از یک طرف دیگه، لزوم توجه به یک سری اصول تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات دوچندان. نقش روغن توی ماشین‌آلات مثل نقش خون تو بدن انسانه. آلودگی‌ها از طرق مختلفی میتونن وارد روغن بشن. با کمک آزمایشات روغن و پیشبینی میزان آلودگی وارد شده توی روغن میتونین پیشبینی درستی داشته باشین از میزان خرابی ماشین‌آلات. در طول زمان و بر اثر کارکرد ماشین‌آلات، آلودگی‌های نظیر ذرات جامد، آب و یا فرآورده‌های جانبی روغن به صورت مداوم در روغن پخش میشن و رنگ روغن به مرور تیره میشه. این آلودگی‌ها به مرور زمان خسارات فراوانی رو به ماشین‌آلات وارد میکنن. آب نیز از طریق رطوبت هوا یا منابع خارجی مثل نقص توی سیستم کولینگ دستگاه‌ها به روغن وارد میشه. ذرات جامد در اندازه‌های چند میکرون که با چشم قابل تشخیص نیستند، وقتی با روغن جابجا میشن در قسمت‌های متحرک ماشین‌آلات گیر میکنن و باعث به وجود اومدن شکست‌های میکروسکوپی و خرابی فلز میشن. این خرابی‌ها باعث آزاد شدن ذرات بیشتری در فلز شده و فرآیند تخریب رو سرعت میبخشه. همچنین آب موجود در روغن در اثر حرارت و فشار کاری دستگاه انفجارهای مولکولی رو ایجاد میکنه که این مورد نیز باعث به وجود اومدن ترک‌های میکروسکوپی در سطح فلز شده و ذرات فلزی بیشتری رو در سطح روغن آزاد میکنه. طبق ادعای شرکت CJC دانمارک، بیش از 80% خرابی ماشین‌آلات مربوط به آلودگی روغن. اگه نگاهی به داکیومنت ارتباط آلودگی روغن با میزان خرابی ماشین‌آلات بندازیم، داده‌های جالبی رو خواهیم دید. به عنوان مثال، در روغن گیربکس با افزایش سطح تمیزی روغن از استاندارد ایزو 222017 به ایزو 161411 طول عمر دستگاه مرتبط با روغن 2.5 برابر افزایش خواهد داشت. یا در مورد روغن هیدرولیک با همین سطح تمیزی به طول عمر 5 برابری دستگاه میرسه. یا توی داکیومنت ارتباط میزان آب موجود در روغن و میزان خرابی ماشین‌آلات می‌بینین اگر میزان آب موجود در روغن رو از 2500 ppm به حدود 156 ppm کاهش بدیم، ضریب طول عمر دستگاه 5 برابر میشه. نظارت بر سلامت روغن مورد استفاده توی دستگاهاتون و چک کردن تمیزی استاندارد اونها علاوه بر کاهش هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و افزایش طول عمر دستگاهاتون، میزان کارکرد روغن موجود در دستگاه هم رو به صورت قابل توجهی افزایش میده و این یعنی صرفه‌جویی بیشتر توی هزینه‌ها. حتما به این مورد توجه کنید. نظارت بر سلامت روغن مورد استفاده توی دستگاهاتون و داشتن برنامه منظم فیلتراسیون روغن یک سرمایه‌گذاری توی سازمان شماست. اونو حتما جدی بگیرید. شرکت پارس آسیا مارون با بیش از 30 سال سابقه کار توی این حوزه و انجام بیش از 200 پروژه تصفیه روغن و حذف آب از روغن با در دست داشتن بروزترین ماشین‌آلات و همکاری با متخصصین این حوزه آماده ارائه خدمات به شما میشه.